في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي ليه عادت أيامي وأحلامي إلي. في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي ليه عادت بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. با یکی دیگر از برنامه‌های مثال‌های قرآنی در خدمت شما خوبان و عزیزان هستیم. الله متعال در قرآن کریم برای ما مثال‌های فراوانی رو ذکر کرده و در قالب هر مثال معنا و مفهومی رو برای ما با مثال‌هایی که مشهودن و قابل احساس و رؤیت هستند بیان فرموده تا درکش برای ما آسان‌تر بشه. یکی از مفاهیمی که الله متعال برای ما در قالب یک مثال بیان کرده موضوع ایمان بدون عمل هست. آیا اینکه یک شخصی فقط بیاد و اعتراف بکنه و بگه خب قبول دارم که الله هست، قیامت هست و قرآن حق، دینی هست و حساب و کتابی هست و بهشت و دوزخی هست، اما عمل نمی کنه، اما پایبند نیست، اما در میدان عمل هیچ، گویی که باورمند نیست به اون چیزی که ادعا میکنه. آیا این باور و این ایمان مورد قبول هست یا نه؟ الله متعال برای ما در سوره مبارکه جمعه در قالب یک مثال و بیان گروهی از بنی اسرائیل، از پیروان تورات و از مدعیان پیروی تورات و موسی علیه السلام برای ما یک آیه بسیار مهم و یک مثال بسیار مهم میزنه تا تلنگری باشه برای ما مسلمانان و برای همه کسانی که احساس میکنند که ایمان به مجرد فقط اعتراف کافی است و عمل زیاد شاید نقشی نداشته باشه در سرنوشت ایمانی ما. در سوره مبارکه جمعه الله متعال برای ما در آیه 5 مثالی میزنه. سوره جمعه وقتی که ذکر میشه یاد جمعه میافته انسان. روز جمعه با نمازش معروفه و شناخته شده است. و نماز جمعه فرقی که با بقیه نمازها داره اینه که این نماز خطبه داره، سخنرانی داره. خیلی از ماها، نگم خیلی از ماها، همه ماها، حداقل اونایی که به سن تکلیف رسیدن از مردها به نماز جمعه رفتن، یعنی باید رفته باشیم. مسلمان باید بره به نماز جمعه. خیلی از ماها در خطبه‌های نماز جمعه شرکت میکنیم، میشنویم. سالی حداقل نزدیک 50 تا خطبه است و این خطبه ها در موضوعات مختلفه. سالهای سال موضوعات مختلف رو میشنویم، گوش میکنیم، یاد میگیریم. اما همین آقایی که در مسجد تا به حال شاید خطبه های جمعه‌ش هم ترک نشده، میبینیم که در عمل، در زندگیش زیاد تفاوتی با اون کسی که اصلا اعتقادی به خدا و پیغمبر نداره و نماز و خطبه و جمعه، در عمل تفاوتی بین این دوتا نیست.
مشکل کجاست؟ مثلا آیا قابل قبول هست این ادعا؟ در آیه 5 سوره مالکه جمعه و این خطبه ها، چه موقع این خطبه مفیده و مثمر ثمر و چه خطبه ای فایده میکنه؟ در سوره جمعه الله متعال بر ما یک مثالی رو معرفی میفرماید و بیان میده. در آیه 5 الله متعال میفرماید مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. این تعبیر و این مثال یکی از شاید بگیم که سخت ترین تعابیر و مثال های قرآن است. الله متعال میفهمد مثال کسانی که حمل تورات، به اونها بیان شد تورات، به اونها گفته شد، تبلیغ شد به اونها، شنیدن تورات رو، فهمیدن تورات رو، درک کردن تورات رو، بس اونها عهد گرفته شد در تطبیق تورات، هم فهمیدن هم عهد بستن که عملش کنن. ثم لم يحملوها، اما اینها پس از اینکه کتاب الله تعالی تورات در اون زمان قبل از نزول قرآن به هر حال کتاب الله تعالی بود و تحریف نشده بود، حتی هنوز هم تورات درش هست آیاتی که تحریف نشده، اینطور نیست که همش تحریف شده باشه. الان الله متعال در این آیه صحبت از قومی میکنه که در معامله با کتاب الله متعال این گونه رفتار کردن. حملوا التورات ثم لم يحملوها. حملوا یعنی این که به اونها گفته شد، یعنی بلغوا یعنی که به اونها تبلیغ شد، کلفوا مکلف شدن به انجامش. حملوا التورات به اونها گفته شد تورات و فهمیدن و مکلف شدن به دستوراتش. ثم لم يحملوها، سپس لم يطبقوها، معنیش این میشه تطبیقش ندادن در زندگیشون. فهمیدن، درکش کردن، به اونها رسید و عهد بستن، اما در میدان عمل تطبیق نکردن. حکایت اینها چیه؟ الله متعال اینها رو تشبیه میکنه به چی؟ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. مثل الذین، این مثالی که الله متعال میزنه چیه؟ مثال کسانی که کتاب الله متعال رو میشنون، میفهمن، میخونن، در خطبه های جمعه به اونا گفته میشه، در تلویزیون ها، در رسانه ها، در رادیوها، در محافل، در مجالس به اونها کتاب الله گفته میشه، میفهمنش، درکش میکنن، میشنون. ثم لم يحملوها، اما در تطبیق، در عمل، در زندگی جایی نداره. اینها مثالشون مثل چیست؟ کمثل الحمار، به مانند درازگوشن. کمثل الحمار، حمار یعنی الاغ، خر به تعبیر ساده تر. مثال کسانی که کتاب الله متعال به اونها داده میشه، میفهمن، میشنون، اما عمل نمی کنن، به مانند اون حیوان است، درازگوش، الاغ. یحمل اسفارا، که حمل میکنه اسفار. اسفار جمع سفر به معنی کتاب هاست. سفر یعنی کتابی بزرگ که در اون علم های مختلف باشه. اسفار کتاب های بزرگی که در اون علم های مختلفه. حیوانی درازگوش، الاغی رو وقتی که انسان روش کتاب میگذاره، بارش کتاب باشه، هر کتابی که میخواد باشه، از علم های مختلف، از فنون مختلف، و این میره دیگه حمل میکنه، اینها رو میبره با خودش. یحمل اسفارا،
آیا این حیوان از این کتاب ها مستفید میشه یا نه؟ چه فرقی میکنه که اصلا باره این حیوان کتاب باشه، گوجه فرنگی و پیاز و کدو و خیار باشه، یا آجر و سنگ و گچ و خاک باشه؟ فرقی نمیکنه براش، بارشو میبره. اون که نمیفهمین چی بار کردن روش، هیچ تأثیری در وجودش نداره. این کتاب هیچ تأثیری در وجود این نداره. این حیوان بعد از حمل این کتابا چه تأثیری در وجودش اومد و زندگیش اومد؟ هیچ. مثال کسی که کتاب الله تعالی بهش داده میشه عمل نمیکنه، مثال این حیوانه که بار کتاب داره. شباهت این دوتا چیه با هم؟ شباهت این دوتا اینه که هر دو گروه استفاده نمی کنن. این حیوان هم استفاده نمی کنه از بار کتابی که داره. اون انسانی که ظاهرش انسانه اما هیچ درک نمی کنه، کتاب الله تعالی رو میشنوه اما تطبیقش نمیده. لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب داره درک نمی کنه. لهم اعین لا یبصرون بها، چشم داره نمیبینه. لهم آذان لا یسمعون بها، گوش داره نمیشنوه. اولئک کالانعام، اونم مثل حیوانه. بل هم اضل، اون بدتر از حیوانه. چرا؟ این درازگوش وقتی کتاب روش گذاشته میشه، خب عقل نداره که بفهمه در این کتاب چی هست، درک و شعورش رو نداره، به همین خاطر استفاده نمیکنه. اما اون انسان درک و شعور داره اما استفاده نمیکنه، اما تطبیق نمیده آنچه رو که در کتاب الله تعالی است. این آیه درباره اصل آیه درباره کسانی است از بنی اسرائیل که به تورات عمل نکردن، فهمیدن، یاد گرفتن، گفته شد به اونها، عهد هم گرفته شد از اونها اما تطبیقش نکردن. اما کسانی که با قرآن تعامل دارن، حکایت قرآن از تورات خیلی بالاتر است. تورات کتاب الله تعالی بود و قرآن هم کتاب الله تعالی. مثال کسانی که قرآن رو میشنون، قرآن برش گفته میشه، خونده میشه در خطبه های جمعه، در محافل، در تلویزیون ها، در رسانه ها، اما در زندگیش نمیاد. حلالش در زندگیش تطبیق داده نمیشه، حرامش در زندگیش پرهیز نمیشه، در تجارتش، در زراعتش، در صناعتش، در زندگیش، در عروسی‌هاش، در نشست و برخاستش، در رابطه‌های خانوادگیش، در معاشراتش، در معاملاتش، در رفتارش، در اخلاقش هیچ اثری از قرآن نیست. حمل تورات ثم لم یحملوها، درک کرد تورات رو، بهش گفته شد، فهمید اما تطبیقش نمیده، در زندگی تطبیق نداره. کمثل الحمار یحمل اسفارا، قرآن رو فقط برمیداره میبوسه، یه گوشه میگذاره، فقط خلاص اینو برمیداره. اول خونه وارد خونه شد ببینیم که جن و پری فرار بکنه، کسی که مسافرت میره از زیر قرآن رد بشه، اما در زندگیش میبینیم که نه رفتارش، نه زندگیش، نه ظاهرش، نه عبادتش، عبادتی نداره. زندگیش مثل یک زندگی کسی است که الله تعالی اونا رو حیوان نامیده در قرآن. والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، کفار بهره‌مند میشن، لذت میبرن، میخورن مثل حیواناتی که میخورن. شباهتشون هم اینه که حیوان هر چی دوست داره انجام میده، کافر هم هر چی دوست داره انجام میده. هیچ حد و مرزی برای کافر وجود نداره، همونطور که برای حیوان وجود نداره. حیوان آزاده، هر کاری دوست داره میکنه. کافر هم همینجوری، هر چی دوست داره میکنه، هیچ خط و سرخی برای خودش نمیگذاره، پایبند به هیچ حدودی نیست. هستن کسانی که اینطورین. بئس مثل الذین، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات، چقدر بده مثال قومی که
تکذیب کردن آیات الله تعالی. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات. چقدر بد مثال کسانی که تکذیب کردن آیات الله متعال. این تکذیب عملیه. کسانی که قبول دارن اما عمل نمی کنن. حملوا التوراة ثم لم يحملوها. اگر درباره قرآن میخوایم بگیم حملوا القرآن ثم لم يحملوها. کلام الله تعالی است. تورات بلکه بالاتر از تورات قرآن. میفهمن، بهشون گفته میشه اما تطبیقش نمیکنن در زندگی. تکذیب عملی در عمل نیست. در عملش ما نمیبینیم، در زندگیش ما نمیبینیم. هر جوری که دوست داره میخوره، میخوابه، میآشامه، محفل عروسی شراب میاره، رقص میاره، برهنگی داره، اختلاط زن و مرد با هم قاطیان. این انسان نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، زکات نمیده، حجم براش کار بیهوده به نظر میاد، ادعای اسلام هم داره. این انسان مثل چی میمونه؟ کمثل الحمار یحمل اسفار. یک حیوانی درازگوش چند تا کتاب هم کرده. همونطور که اون از این هیچ استفاده نکرد، این هم از کتاب الله تعالی هیچ استفاده نمیکنه. والله لا یهدی القوم الظالمین. و الله متعال قوم ظالم را هدایت نمیکنه. ظلم، بزرگترین ظلم اینه که انسان کتاب الله متعال بهش گفته میشه عمل نکنه، به خودش ظلم میکنه. نسخه رو به بیمار وقتی میدن تا بیماریش درمان بشه، اما حاضر نیست اون نسخه رو، دارو رو بگیره و استفاده بکنه، به کی ظلم کرده؟ به خودش. بزرگترین ظالم کسی است که اطاعت نمیکنه از اوامر الله تعالی و بیشترین ظلم رو به خودش میکنه. کسی که کتاب الله تعالی بهش گفته میشه اما تأثیری در وجودش نداره، نه از داستانهاش درس میگیره، نه از مثالهاش میفهمه چیزی، نه حلال الله متعال رو حلال میدونه، نه حرام الله متعال رو حرام میدونه، نه اوامرش رو اجرا میکنه و نه نواهی و آنچه که الله متعال نهی کرده براش مهمه. ادعای اسلام هم داره. خب کدوم اسلام این را آدم قبول کنه؟ کدوم اسلام؟ الله متعال میفهمد اونایی که تورات رو بهش عمل نکردن مثل حیواناتی هستن که بارشون کتاب بود. علم تنها بدون عمل هیچ فایده نمیکنه. اگر فایده میکنه الله متعال درباره کسانی که تورات رو فهمیدن اما عمل نکردن بهش اینطور نمیفرمود. علم به قرآن بدون عمل به قرآن فایده نمیکنه برای انسان. اعتراف به قرآن بدون عمل به قرآن هیچ سودی به انسان نمیرسونه. احترام به قرآن، دوست داشتن قرآن بدون اینکه انسان راه قرآن رو بره هیچ سودی به انسان نداره. طرف قرآن رو احترام داره، اعتقاد داره، میبوسه، اما در زندگیش از آنچه که در قرآن هست هیچی نمیبینی. نه اعتقادش قرآنیه، نه اخلاقش قرآنیه، نه معاشرتش قرآنیه، نه معاملاتش قرآنیه، نه عباداتش قرآنیه. مثلا عبادت اگه داشته باشه، خب این انسان چه نسبتی با قرآن داره؟ چون فقط این کتاب رو قبول داره؟ چون فقط کتاب رو میگیره میبوسه؟ چون فقط این کتاب رو هر وقتی که با مشکل برمیخوره میاد و باز میکنه و ورق میزنه؟ همین؟ نه. حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار. کسانی که تایید میکنن، اعتراف میکننش، اما تطبیقش نمیکنن در زندگی، به مانند حیوانی است. کتاب هم میکنه،
هر کسی که قرآن رو ادعا میکنه که قبول داره و ادعا میکنه که پیرو قرآنه اما اعتقادش قرآنی نیست، شرک میکنه. قرآن میفهمد این شرک، اون قبول نمیکنه. که مثل الحمار یحمل اسفار، قرآن او رو امر میکنه به کاری، این نمیکنه، نهی میکنه، این میکنه. که مثل الحمار یحمل اسفار. این تهدید الله متعال برای همه کسانی است که فکر میکنن فقط این که انسان ظاهراً بگه الله هست، قیامتی هست، حساب کتابی هست، اما حالا عمل کرد و نکرد زیاد مهم نیست، این اعتقاد و باور به دردش میخوره. نه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. الله متعال میفهمد اینها تکذیب کردن آیات الله متعال. کسی که عمل نمیکنه داره تکذیب میکنه. عمل نکردن نوعی از تکذیبه. عمل نکردن نوعی از تکذیبه. چون اگه واقعا انسان به معنا و عمق ایمان به قرآن کریم پی می برد و واقعا با تمام وجود به قرآن کریم ایمان داشت و به کتاب الله متعال و میدونست که این کتاب به درد دنیا و آخرتش میخوره و برنامه زندگی اوه. معنای ایمان به قرآن همینه دیگه. ایمان به قرآن کلام الله تعالی است که بر رسول صلی الله علیه و سلم نازل شده و معجزه هست از اولش تا آخرش و تعریف نشده و برنامه زندگی ماست و باید دستور عمل زندگی ما باشه. این ایمان اگر باشه باید در میدان عمل تطبیق داده بشه و وقتی که تطبیق داده نمیشه حتما در اون ایمان یک چیزی میلنگه دیگه. اون صادق نیست در ایمانش، کاذبه، داره تکذیب میکنه. این میشه تکذیب الله تعالی، تکذیب آیات الله تعالی. خیلی خطرناکه که انسان در ظاهر فکر بکنه که پیرو قرآن هست اما در حقیقت حکایتش مثل این مثال باشه که مثل الحمار یحمل اسفارا، مثل حیوانی که کتاب حمل کنه و هیچ استفاده از این کتاب نکنه. و اگر تعامل ما با قرآن کریم نعوذ بالله چون این تعاملی باشه که فقط بخونیمش و هیچ وقت بهش عمل نکنیم و در زندگی تطبیقی نیاریم، استفاده و بهره ما از قرآن و کتاب الله تعالی به اندازه استفاده و بهره اون حیوان از اون کتاب هایی است که روی پشتش گذاشتن و داره حمل میکنه. اون چقدر بهره مند میشه؟ همینقدر هم انسانی که به قرآن عمل نمیکنه از قرآن بهره مند میشه. امیدوارم که الله متعال همین با شما رو از این خطر نجات بده که خدایی نکرده از جمله کسانی نباشیم که این مثال بر اونها تطبیق میکنه. و فراموش نکنیم که عمل بدون علم و اخلاص قابل قبول نیست و عمل این دو شرط رو برای قبول نیاز داره. اول تنهایی علم بدون عمل به جایی نمیرسونه ما رو. عمل بدون علم هم به ضلالت میکشونه و عمل بدون اخلاص هم قابل قبول نیست. اول علم، بعد عمل و بعد اخلاص. این سه شرط اگر در زندگی ما اومد، اون موقع ما میتونیم خوشحال باشیم که واقعا به این کتاب علم داشتیم، ایمان آوردیم، عمل کردیم و با اخلاص به سمت الله متعال پیش رفتیم. از این که تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید تشکر دارم و نهایت سپاس رو و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یارو نگهدار شما. كتاب الله قلبي صار حي وبحياتي صار لي ظل وفاي ويوم عادت نفسي وروحي ليه عادت أيامي وأحلامي إلي في كتاب الله قلبي صار حي وبحياتي صار
في كتاب الله قلبي صار حي